آقا جان سلام، قربونتون برم، فداتون بشم الهی. عمر من و امثال من فدای اضافه شدن یک روز به عمر شما. در پیام حیدری وارتون در وعده صادق سه بازم دنیا تکون خورد، عزت ایران بیش از پیش شد، بازم پرچم ایران در دنیا بالا و بالاتر رفت، بازم ایران و ایرانی عزیز و عزیزتر شد. آقا جان قربونتون برم، فداتون بشم الهی. ما به شما و دو پیام حیدری وار دیگه باز نیاز داریم. برای اینکه ریشه این نظام اسلامی، درخت تنومند این نظام مقدس قوی و قوی تر بشه، نیاز داریم برای اینکه این جرثومه فساد از دولت، مسئولین و خانواده هاشون و این نظام برچیده بشه، نیاز به پیام حیدری وار شما داریم. همه مردم و دولت دست به دست هم بدن، کمک کنن ریشه فساد از این مملکت برچیده بشه و عدالت اقتصادی و اجتماعی تثبیت بشه. شهید حاجی زاده حرفش این بود: ما از نظر توان خارجی و مقابله مشکلی نداریم، داخل رو درست کنید. ایران رو تهدید کرده به اینکه اگر توافق نشه به ایران حمله میکنه. چه همچین حرفی نزده، همچین جرأتی نداره. ایران قدرتمند زیر بار زور نمیره. نگران بیرون نباشید، ما مشکل داخل باید حل کنیم. ما نیاز داریم به شما و این پیامتون. پیام دومی که از شما نیاز داریم درباره قوانین اسلامیه. در نظام بانکداریمون، در مسائل اجتماعی و اقتصادیمون، هر جا که الان ضعف تو این مملکت وجود داره به خاطر نادیده گرفتن قوانین اسلامی، به خاطر تنظیم قوانین بر اساس سلایق شخصی و بر اساس سلایق افراده. ما نیاز داریم یک پیام حیدری وار برای تنظیم قوانین اسلامی و پیاده شدن آموزه های دینی در جامعه‌مون در این زمینه داشته باشید که قوانین اسلامی در این کشور تنظیم بشه و اجرا بشه. ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده. ای رهبر آزاده، آماده ایم آماده. قربونتون برم آقا جان.